هفته خبر تو خبر داره براتون. از درس کردن نتایج نرمش ذلیلانه عظما تو ژنو و دست و پا زدن باند شیخ فری برای گول زدن بسیجی‌ها. سخنگوی سازمان انرژی اتمی هم این هفته نسبت به خبر اکسیدسازی سوخت هسته‌ای واکنش نشون داد و گفت در رقیق شدن 20% ما تبدیل میشه به 5%. بله. البته اگر بخوایم دوباره این رو 20% بکنیم بازم شدنی هستش. ببخشید آقای سخنگو، میشه بگید رقیق سازی دقیقاً یعنی چی؟ در واقع مثل این است که ما یه ماده غلیظی داریم، یه مقدار مثلا آب توش می‌ریزیم، دوباره بخوایم اون آب رو برداریم دوباره برمیگرده به حالت اولش. البته نه به این سادگی که شما می‌فرمایید. من فکر کنم یه پروسه طولانی و یه هزینه سنگینی خواهد داشت. شما یه جوری حرف میزنید انگار میخواین بچه گول بزنید. از اونجایی که دیپلماسی ذلیلانه ظریفینا دیگه جایی برای گول مالیدن به سر بسیجی‌ها باقی نگذاشته، بعضی خرمهره‌های باند خامنه‌ای شروع کردن به عربده کشی که سر خوردن جام زهر چی فکر میکردیم ولی چی شد. قرار بود اینا مثل بچه آدم حرف بزنن، ولی دیدیم حداقل 3 تحریم پس از توافقنامه و 15 بار تهدید نظامی در کلام اینها بوده. اخیراً در امریکا آمدن ساختمان بنیاد علوی را که هیچ ربطی به دولت نداره، یک تشکیلاتی کاملا مردمی، توش امور مذهبی، امور خیر، آموزش زبان فارسی، دادگاهی آمده این رو به اصطلاح مصادره کرده، حکم مصادرهش هم داده. و چی شد؟ یه بار دیگه تکرار کن. بنیاد علوی مال کی بود؟ ساختمان بنیاد علوی را که هیچ ربطی به دولت نداره. هیچ ربطی به دولت نداره؟ لااقل قبل از اینکه دنبال رد گم کنی بری یه ندا به شربت مداری میدادی که نره سوتی بده. یا مثلا فرض کنید بنیاد علوی که ساختمان 36 طبقه مراسمان 36 طبقه متعلق به جمهوری اسلامی در منهتن نیویورک، اینو تسخیر کردن. ببینید اولا من این عرض بکنم قیمت این ساختمان، این آسمان خراش 5 میلیارد دلاره، اونطوری که خودشون اعلام کردن. بله، اینجاست که رویای دیپلماسی بوکسی به سبک احمدی نژاد رو میفرستن رو میز روحانی. وقتی رئیس جمهور امریکا دریوری میگه، رئیس جمهور ما محکم بزنه تو دهنش. به این ترتیب روحانی که میخواست تو اتوبان دیپلماسی بگازه و با یک سبقت نظام رو از انزوا خارج کنه زمینگیر شد.ก็แน่จริงว่ะ10 ล้อดูดิขึ้นจะขึ้นไอ้ยี่นี่เรียบร้อยแล้วลงไปเลยไปด้วยลงไปเลย ماجرای انصراف اجباری از یاران هم بالاخره به پایان رسید و در این زمینه هم مردم ایران با ثبت نام بالای 95% یک کاسه پر از خیتی رو دست شیخ فری گذاشتن، طوری که مجبور شد آه و نالش رو از زبون سخنگوش اینطوری بریزه بیرون. در روزهای نخست پیش بینی میشد که بین 7 تا 8 میلیون نفر از ثبت نام انصراف بکنن، نهایتاً به تشخیص مردم و خانوارها در پایان 2,400,000 خانوار از ثبت نام خودداری کردند. به این ترتیب روحانی که اومده بود یه پول قلمبه از جیب مردم بیرون بکشه سنگ روی یخ شد.
شکست دولت شیخ فری در منصرف کردن اجباری مردم چنان فضاحتبار بود که حتی تو تیویریش هم مجبور شدن به دلایل اون اعتراف کنن. بله، مدیران باید مثل مردم زندگی بکنن. ما میشنویم حالا دیگه راست و دروغش برده اونایی که میگن حقوقای 20 میلیون 50 میلیون 100 میلیونی تو مملکت داده میشه و بعد مثلا انتظار داریم حالا یکی با حقوق 1 میلیون تومانی بیاد و مثلا صرفه جویی بکنه و مثلا کمک بکنه. اینا یک کمی ناهمخوانی داره. درست. ته خطم برای ماسمالی کردن قضیه و برای روحیه دادن به بسیجی‌ها دروغی دادن رو آنتن که بیا و ببین. ایران اقتصاد 18ام دنیا. این نکته دارترین آمار هفته است که در اون اذعان شده که اقتصاد ایران با وجود تحریم‌های گسترده غرب تونسته در سال 2013 18مین اقتصاد بزرگ دنیا بشه. حالا سوالی که میمونه اینه که این چه جور اقتصاد 18میه که قیمت 1 کیلو سیب زمینی رو نمیتونه کنترل کنه که مثل فشارخون عظما همینطور داره بالا میره. بالا رفتن نسبی قیمت اجناس و کالاها چند وقتیه که ما رو حسابی حساس کرده. از رسیدن قیمت سیب زمینی به 6000 تومان گرفته تا بالا و بالاتر رفتن قیمت سکه و طلا. برای مقابله با واکنش احتمالی مردم نسبت به افزایش قیمت بنزین هم تیویریش رفت سراغ یک شگرد نخنما شده و قیمت بنزین در کشورهای جهان اول رو به رخ کشید. گشتی در پمپ بنزین‌های دنیا و محک قیمت‌ها. قیمت امروز بنزین در این پمپ بنزین پاریس 1 یورو و 61 سانتیم، یعنی حدود 6500 تومان. قیمت بنزین در انگلیس لیتری حدود 7 تا 8000 تومانه که در چند سال گذشته حدود 100% افزایش داشته. در مالزی بنزین معمولی قیمتش برابر با 2 رینگیت و 10 سنت یا 2000 تومان به پول ما. تیویریش قیمت بنزین رو گفت اما حداقل حقوق ملت توی این کشورها رو نگفت. اینجاست که بعضی‌ها هم با گذاشتن این تصویر به عنوان عاقبت گرونی به تیویریش واکنش نشون دادن و خلاصه گفتن خودتی. بعد از افاضات خامنه‌ای در رابطه با نفی برابری بین زن و مرد، یکی از محصولات این دستگاه فکری این پاسدار چادریه که تو کارنامه افتخاراتش از شستن لباس خمینی تا بنیانگذاری چادر در استبل ولایت به چشم میخوره. نفل و شاتو شما محافظ امام شدید؟ بله، لباس‌های حضرت امام رو باید خودم میشستم و خشک میکردم، دوباره تو اتاقشون توی چمدانشون میذاشتم یا میدادم خانم میذاشتن. مسئولیت زندان ها رو داشتم. وارد زندان کشویی شدم که برم همین سر وقت خانم‌های زندانی از دفتر رئیس زندان اعلام کردن که خواهر دباغ بیان دفتر. فکر کنم مجلس 5م بودین که انتخابات مجلس 6م برگزار شد، یکی تو خانم مانتویی انتخاب شده بودن. یه چیزی از شما نقل کرده بودن که کسی حق نداره بدون چادر وارد مجلس بشه. اینو گفته بودین شما؟ بله. حالا اگر همین پاسدار چادری شب بخواد از خیابون رد بشه برای اینکه ببیننش و ماشین بهش نزنه چیکار باید بکنه؟ آیت الله ترافیک راهنمود میدن. لااقل میتونه کسی اگر حتی چادر مشکی هست اگه یه دستمال کاغذی هم دستش باشه خیلی کمک میکنه که فرد خلاصه یه موقع دچار آسیب یا تصادف نشه. این هم یه مشنگیه که مشکلات نظام کشیده به اعصابش ولی خودش هم از روانی شدنش خبر نداره. بعضیا فکر میکنن که مثلا فرض کنین که این هیچ خیابون الان هیچ مشکلی نداره، این همه تردد نامنظم تو خیابونا وجود داره. نمیدونن بیمار روانی شدن، خودشون هم نمیدونن. میگن یک کسی همسایه پادگان بود، هر روز صبح تو اون پادگان رژه میرفتن، میگفتن 1 2 3 4 1 2 3 4
یک کسی به گفت 15 20 سال تو همسایه این خونه هستی که هر روز صبح اینو میگن، روانی نشدی؟ گفت نه 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 نه. خودشم بعضیا روانی شدن اصلا خودشون حواسشون نیست. تو خونه هامون، زندگیامون، اعصابمون، رفتارمون، اخلاقمون، خودمون هم نمیفهمیم روانیم. وقتی بهمون میگن روانی میگیم نه 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 نه. حالا بشنوید از ستاره مشنگای انتخابات 92 که بعد از یه مدت بیخبری دوباره با دست پر اومده جلوی دوربین. این بار اومده راز زهرخوری امامش در پایان جنگ رو کنه. چرا جنگ آخرش اینطور شد؟ همین میخوام. چرا اینطور شد؟ برای اینکه گروه‌های سیاسی نشسته بودن براشون دیگران بجنگن. آخر امام وارد شدن، اون بحث مرصاد شد. بذار زبونم بسته باشه. چرا بسته باشه؟ خب باید بگید این چیزا رو برای جوان‌ها. اینا ناگفته‌ای که باید بدونن همه. ببینید امام این کارا کردن و الا منافقین اومده بودن. من خیلی حرف دارم اینجا، خیلی خطرناکه که بگیم که چه کسانی اومدن گفتن عقب نشینی کنیم تا گردن اسدآباد که بعد قیچیشون بکنه. ایداد بیداد. چطور باید مردم بریزن تو مرصاد؟ هیچ کس دیگه پیداش نیست. یعنی چه؟ تازه میگفتم مردم خسته شدن دیگه. مردم بگم خسته نشده بودن. میترسم این حرف رو بزنم که بگم این خودش خسته شده، میگه مردم خسته شدن. وقتی تیوی ریش میخواد یه برنامه زنده تلفنی با پیامک رایگان بذاره چی میشه؟ همونطور که اول این بخش عرض کردم خدمتون، شوخی میکنی که من یه لحظه با اجازهتون نمیتونم بذارم روی بلندگو. بله، به دلیل نوع رابطه بیننده ها با تیوی ریش اعصاب مجریش به هم میریزه. قربان شما بفرمایین. الو، فقط میخواستم بگم خسته نباشید، همین. الو، بفرمایید. الو، 5 تا تلفن پشت هم خورد و فقط گفتن خسته نباشید. خیلی متشکرم. من اینو همینجا میتونم بگم. نکنین این کارو، خواهش میکنم. الو، الو، الو. فکر میکنم اگه کسی زنگ، یعنی اون زمانی که ما حالا سنمونم کمتر بود میگفتن اگه کسی جای زنگ بزنه و قطع بکنه به عنوان مزاحم تلفنی شناخته میشه. الان این اتفاق داره میفته. من خواهش میکنم که این حداقل این لطفو دیگه این تموم بشه دیگه، ادامه پیدا نکنه لطفا. خب عرض میکنم خدمت شما. حامد بگیر تلفنتو دیگه رو اعصابه. توی این برنامه زنده اومدن آش سرو کنن ولی کاسه داغ‌تر از آش پیدا نکردن و به جاش سوت زدن. مسلماً مطالعه داره. فوق‌العاده بعد از مدت‌ها بالاخره یک ایده مبتکرانه برای برنامه‌های معارف محور تیوی ریش پیدا شد. این گوریل رو فرستادن وسط جنگل تا این حرفا رو بزنه. در ساختمان بدن حیوانات بیاندیشید و ببینید که چگونه اعضای بدن هر حیوانی متناسب با نیازمندی‌های همون حیوان آفریده شده است. خدا یه انگشت 60 به ما داده. چقدر حجمشه؟ 3 سانت 4 سانته. وزنش هم چند گرم. دوستا وزارتخونه رو تو این جاسازی کرده. چند تا وزارتخونه تو همین انگشت 60. در انتها 2 قطعه شیرینکاری تصویری می‌بینیم که مطمئناً با یک بار دیدن اونها راضی نمیشید. به خاطر همین ما هم هر کدوم رو 2 بار نشون میدیم. From France. Oh, merci beaucoup. When you lock your keys in your car, when you lock your keys in your car,